مانی فرهانی هستم، متولد 1381، ساکن البرز و حدوداً 8 ساله که شمشیر بازی میکنم. من الان خب 8 ساله که شمشیر بازی میکنم و خب تو این مدتی که دارم شمشیر بازی میکنم اردوهای تیم ملی نونهالان، نوجوانان، جوانان و در حال حاضر زیر 23 سال شرکت کردم و خب عناوینی هم که تونستم تو این چند سال کسب کنم قهرمانی‌های استان بوده، قهرمانی‌های کشور بوده، مسابقات لیگ برتر شمشیربازی بوده و همچنین تو آخرین مسابقه‌ای که شرکت کردیم مسابقات قهرمانی آسیا بود که تونستیم با تیم ملی جوانان قهرمان بشیم. از اینکه شمشیربازی شروع کردم همیشه رویایی اینو داشتم که خب بتونم توی تیم ملی باشم و بتونم برای کشورم مدال کسب کنم و بتونم افتخار آفرینی کنم. که خدا رو شکر بعد 5 سال این اتفاق افتاد و تونستم توی آخرین دوره مسابقه‌ای که شرکت می‌کنم با کمک سرمربی تیم و بازیکن‌های تیم یه مدال آسیایی برای کشورمون بیارم. تا الان همه تلاش من افتخار آفرینی برای کشور و استانم بوده، اما خب تو این مسیر نیاز به حمایت مسئولین شهرم دارم. توی خب استان ما تو آخرین اعزامی که داشتیم 2 تا بازیکن تیم البرز عضو تیم ملی بودن و خب قطعا توی سالن اون الان خب استعدادایی هستن که در آینده میتونن عضو تیم ملی باشن. اگه امکان داره خب مسئولین یکم توجه بیشتری به این ورزش داشته باشن و سرمایه‌گذاری بیشتری بکنن، قطعا ما میتونیم افتخار آفرینی بیشتری برای کشور و بعد برای استانمون انجام بدیم. می‌خواستم تشکر کنم از خانواده‌ام، استاد فاریابی عزیز، استاد پاشاپور، آقایان خیابانی و استاد صادق آرامش که خب تو این مسیر خیلی تلاش کردن و این موفقیتایی که تا الان به دست اومده همه رو مدیون نزدیکانم.